بیایم بریم با هم بسته باز کنیم. خب اولین بسته از بلک بیوتی خانومی سفارش دادم. بذارین اول اینا رو شروع نکنم، این کوچولوها رو شروع کنم. این بسته 2 تا تینت پوسته از آدور، یه دونه روشن‌تر یه دونه تیره‌تر. این برای پوست من یه ذره تیره است. خب گرفتم که شاید اگه باز این خیلی روشن بود اینا رو با هم ترکیب کنم که بالانس شه. خلاص که بعدی خریدام پاکارات. یه دونه از این اسکراب های صورت بایوآکوا که من واقعا دوستش دارم. امیدوارم فقط پچ زیر چشمش درسته. خیلی نور کمه. برگشتم با این نور زیاد یه دونه چیز دیگر رو 2 تا چیز دیگر رو آنباکس کردم. دکمه ضبط رو نزده بودم. این هایلایتره که گرفتمش، خیلی رنگش نازه، خیلی خوشگله. یه دونه چیز دیگه هم رژگونه پودری، خیلی خوشگله. یه رژگونه دیگه هم گرفتم مایه. این گفت خیلی کم باید بزنیم. اینم رنگش خوشگله ولی خیلی کم باید. این نیست، این میشه از روی صورت. من لازم اینا رو بکنم. چیز دیگه هم که گرفتم یه دونه از این براشای تکه. خوشگلم هستا. یه ذره از این بزنیم به خودمون. میریم سراغ جعبه بعدی. خب اولیش یه دونه ست ضبط استرس ضبط دادم. ست براشه. نه اینا براش نیست. یه دونه پلت سایه. بعدیش یه دونه سایه تکه. آره اینم خیلی خوش رنگه. بعدیش یه دونه اینم فکر میکنم سایه تکه از برند نوت. این هایلایترشه. ببخشید. آره این هایلایترشه. براش عسل بلای من. برند کالیستا. تینت لبشه. البته پیلافه از این مدلایی که خوش میشه بعد باید بکنی از رو لب. خوشگله محصولات کالیستا. اینم چیزشه، رژگونه مایشه فکر کنم. آره بلاش خیلی داره بهم خوش میگذره. این چیه؟ این گلدن روزه. کانتورشه. کانتور گلدن روز. چقدر نرمه واقعا. اینم نوتریکاه. این هم فکر کنم یا هایلایتر مایشه یا رژگونه مایش، یک کدومه یادم نیست دقیقا. آره این هایلایتر مایشه. تست کنم رنگش رو براتون. این دومی است. خیلی خوشگله. این هم هایلایتر مایه نوتریکا. بعدی هم دیگه یه دونه چیزه، یه براش تکه خیلی نازه. یه دونه این چیه؟ خط لبه. اینه خوشگله. 2 تا ست برای سفارش دادم. یه دونه ریل تکنیک، یه دونه از این ساده ها. خیلی خوشگله. از همه خوشگل‌تر این بود. این عشق زندگیم بود. این واقعا این اثر. این برش هم برای کرم بود خیلی عالی. و خلاصه این از این که یه دونه از این پدای زیر چشمه.
لازم داشتم. اینم که دوباره یه ست براشه دیگه. معلومه عاشق براش و هایلایترم یا نه. تو چقدر اینا عسله. این تموم شد. بریم سراغ بعدی. الان متوجه شدم اینو اشتباه فرستادن. اصلا این هایلایتر نباید میبود، ولی هایلایتر فرستادن. من چیز میخواستم، سایه چشم یه آبی خیلی خوش رنگی بود، ولی اون اصلا نفرستادن. خب بریم این یکی دیگه هم باز کنیم. عشق زندگی. برنده ایرانی، برنده ارزون، درود بر ارزونی. ببین اینه. ای خدا چقدر این خوش رنگ. یه دونه اینه. نه خیلی خوشگله. گوگولی اصل من خیلی نازرم. این از این چند تا ماسک. همین دیگه تموم. یکی اینه که حالا بازش نمی‌کنم. ببینم اینه. این برای دیریم و اینا که بخواد آدم انجام بده، برای لازم. همین دیگه. مرسی که منو تماشا کردید. امیدوارم خیلی خوشتون اومده باشه و شما با من کیف کرده باشید و بهتون خوش گذشته باشه، چون به شخص من از آنباکس کردن خیلی خوشحال میشم و خوش میگذره بهم. امیدوارم که به شما خوش گذشته باشه. بوس به کلتون. خدافظ.